اگر استخر میری و پوست آسیب دیده‌ای داری، قراره به جون من دعا کنی. چرا؟ چون یه روتینی بهت میدم که اصلا مشکل حل میشه. اولی مورد، لایه برداری واسه پوستت انجام نده، مناسب شما نیست. دومی مورد، استفاده از یه شوینده ملایمه مثل شوینده آردن، عکسشو میذارم اینجا. سومی مورد، استفاده از یه آبرسان سبکه مثل آبرسان راکوتن. چهارمی مورد، استفاده از یه مرطوب کننده خوب مثل مرطوب کننده اسکین وان. پنجمی، بدون ضد آفتاب که نمیشه. ضد آفتاب برایت مکس مدل رطوبت رسانش مناسبت. و ببین یادت نره فیشال های قوی مناسب شما نیست، انجامش نده. خب مراجعه کننده هم رسید. به خاطر وجود کلور و رطوبتی که توی استخره، سد دفاعی پوست شما همیشه آسیب دیده است. پس مواظب پوستتون باشید.